آنتیبیوتیک چیست؟ در مورد آنتیبیوتیک و مصرف آن چه می دانید؟ آنتیبیوتیک ها یک گروه مهم از دواهایی می باشد که بر ضد عفونت های باکتریایی و عفونت های قارچی استفاده می شود. آنتیبیوتیک ها را نمی توانیم بر ضد عفونت های ویروسی استفاده کنیم و آنتیبیوتیک در مقابل امراض ویروسی تاثیرگذار نمی باشد. پس اگر شما دچار امراض باکتریایی و یا سمارقی می باشد، لطفاً آنتیبیوتیک را به صورت خودسرانه مصرف نکنید. آنتیبیوتیک را با مشوره دکتر و فارماسیستتان به دوز دقیق و کورس تداوی مناسب استفاده نمایید. اگر شما به گونه خودسرانه آنتیبیوتیک ها را مصرف کنید، سبب ایجاد مقاومت میکروبی می شود و دیگر آنتیبیوتیک ها بالای شما تاثیرگذار نمی باشد. برای داشتن معلومات دوایی بیشتر صفحه دوا و دانایی را سابسکرایب نمایید.